خب نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل ها و پیام های شما عزیزان. دوست عزیز با کد 644 طنزهایی که فرستادید عالی بود، خیلی استفاده کردیم. امیدوارم که باز هم برامون از این کارهای طنز بفرستید. دوست گرامی پیک شادی نگار صادقی، خیلی ممنون بابت ایمیلتون. امیدوارم که این برنامه رو ببینید و مطمئن بشین که ایمیلتون به دست ما رسیده، چون تاکید کرده بودید. امیدوارم که بیشتر در ارتباط با شما باشیم و از ایده ها و کارهاتون هم بیشتر بتونیم استفاده کنیم. امین نوری، ممنونیم بابت ایمیل قشنگت. خواسته بودی که کلیپ اخبار ورزشی رو بازم پخش بکنیم. حتما در فرصت مناسبی پخشش می‌کنیم، ولی اجالتا برای خودت می‌فرستیمش که زیاد منتظرت نگذاشته باشیم. حسن عزیز از تهران، چقدر خوشحالمون کردی با ایمیل بسیار زیبات. همه دست‌اندرکارهای پیک شادی رو مدیون لطف خودت کردی. چشم، همونطوری که خواستی بیشتر به آخوند خامنه‌ای خواهیم پرداخت. به قول خودت حالش رو جا میاریم. قطعاتی رو هم که خواسته بودی برات می‌فرستیم. بهرام تراکتور باز هم کاریکاتورهای بسیار جالبی برامون فرستاده، از جمله کاریکاتوری که ملاحظه می‌کنید که خالی شدن زیر پای خامنه‌ای رو در سوریه نشون میده. صحبت کاریکاتور شد. امین زارعی هم کاریکاتوری فرستاده در مورد خیانت آخوندها به اعتماد مردم در جریان قیام 57 و دشمنیشون با آزادی‌ها. بهرام همینطور عکسی فرستاده همراه با لعن و نفرین با آخوندهایی که میگن مرغ چیه که ملت دنبالشن، خب نخورن. ملاحظه میکنید که خودشون چگونه دنبال مرغ هستن. علیرضا افشارچی عزیز نوشته که آخوند میر عمادی امام جمعه خرم‌آباد کشف جدید کرده و گفته که مرغ همون پرنده‌ای که نافرمانی کرد در برابر حضرت نوح و خدا بال پرواز کردن را از او گرفت. بعد این آخونده گفته که خوردن مرغ مکروهه و در زمانی که دین در خطر باشه حرام. رسول امین و محسن منزوی و مجید ساعتی و حمزه آذرک و جواد جمشیدی و محمد بیهقی و دوست گرامی رها و پاتریس و فریبرز ممتحن، خیلی ممنون بابت پشتیبانی همیشگیتون از پیک شادی. امیدوارم که باز هم با ما در ارتباط باشید.